داستان فوری جدیدی رو دنبال میکنیم. در تاجیکستان شاهد یک تغییر رژیم هستیم. تاج و تخت مال تو یا من نیست، مال مردم عزیزم. مردم؟ بله برادرم. انگار آدمای محترمی هستن، در حالی که فقط یه مش آدم خشن و بی سواد و نادونن که از خداشون شلاق بخورن. تو اینجا چی کار میکنی ها؟ داری بین مردم منو از خودت محبوب تر میکنی. شاید سالا طول بکشه، ولی بالاخره به خاطر کارایی که در حق این مردم کردی شرطو کم میکنن. هر کسی که از همین وطن ناشکری میکنه. برادران و خواهران عزیزم، من برای آموزش اینجا. زمانی انقلاب فرا رسیده. طی سالیان دراز مردممون تحت سلطه برادرم عذاب کشیدن. خودتون رو آزاد کنید، قیام کنید، ما رو آزاد کنید. الان زمان انقلابه. قیام کنید تا بتونیم کشورمون رو پس بگیریم. اخبار BBC در این بخش خبری. کودتایی در حال انجام. تمام افراد مسلح کنید. تمام گردانا رو جمع کنید. مشکل چی بهتون میگم؟ برای اسکوت من جنگنده بفرستید. به جای مهمات عادی از سرین BX استفاده کنید. هر وقت گفتم شروع کنید. اینا دیگه مردم من نیستن. از بینشون همینطوری رد شو. چرا حرکت نمی کنید؟ بله حتما الان. خوب گوش کنید. دشمنمون خودمونی. باید نقاط ضعف و هدف بگیریم، نه نقاط قوت. بیمارستانا برای از بین بردن امنیت، مدارس برای از بین بردن آینده، جوونا برای از بین بردن امید. سام کنید، برید کنار همین الان. شروع کنید. گفتم شروع. به من ملحق شید برادرم، تا مجبور نشید مردم خودتون رو بکشید. به ارتش بگید که از اون قایق فاصله بگیره. با هم دیگه صلح و آرامش رو برای کشورمون به ارمغان میاریم. شما کی هستید؟ هیچ کس. مراد! داستان فوری جدیدی رو دنبال میکنیم. در تاجیکستان شاهد یک تغییر رژیم هستیم. تو رو میشناسم. چی کار میخوای بکنی؟ هیچ وقت به حرفم گوش ندادی. همینجا منو بکش.